سلام، من سالار اسدی هستم، توسعه دهنده دات نت و علاقه‌مند به حوزه سایبر سکیوریتی. امیدوارم اگر دارید این ویدیو رو می‌بینید حالتون خوب باشه. قصد من از ضبط این ویدیو ارائه یه سری توضیحات کلی، بعضی جاها یکم جزئی، در مورد فرآیندهای کسب گواهی افتا هستش، گواهی امنیتی افتا. اگر که توسعه دهنده نرم افزارها باشید و با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کار کرده باشید، اخیراً حتما دیدید که این سازمان‌ها اصرار زیادی به داشتن گواهی افتا دارن. یعنی میگن در صورتی میتونن با شما کار بکنن و نرم افزار شما رو داشته باشن و باهاش فعالیت بکنن و با شما قرارداد ببندن که اون نرم افزار شما گواهی افتا رو داشته باشه و در غیر این صورت اصلا در واقع اون صورت حساب‌ها رو پرداخت نمی‌کنن و استفاده نمی‌کنن از نرم افزار شما. و خب حالا این در واقع یک قاعده‌ایه که هست، چند سالی هست که اتفاق افتاده، به خصوص امسال خیلی تأکید این سازمان‌های دولتی بر روی داشتن گواهی افتا واسه نرم افزارها زیاد شده. و خب اگر که حالا در واقع توسعه دهنده نرم افزار هستید و با این شرکت‌ها کار می‌کنید، شاید دیدن این ویدیو بتونه یه مقدار کمکتون کنه که ببینید اصلا این گواهی افتا چیه، داستانش چیه، چون یه مقدار پیچیده میشه بعضی جاهاش، هم حالا توی فرآیندهای اداریش، هم توی فرآیندهای فنیش. در واقع داکیومنت های این گواهی افتا یه مقدار پیچیده میشه، بعضی وقتا یه مقدار فارسی سخت میشه و خب باعث میشه که توسعه دهنده ها گیج بشن. من تا الان 2 بار که خودم دریافت کردم، یه شرکتی هم هست که دارم باشون کار میکنم که دارم بهشون کمک میکنم که این گواهی افتا رو سریعتر بگیرن و وقتشون کمتر تلف بشه. بنابراین مسیر رو رفتم چند باری و یه چیزایی بلدم و خب دوست داشتم که این موارد رو با شما به اشتراک بذارم. ببینید، حالا فارغ از اون بحث موارد اداری این کسب گواهی افتا که حالا باید چی کار بکنیم و با کجا حرف بزنیم و اینا، اینجور چیزا خیلی حالا تو این ویدیو کاری نداریم. یه سری در واقع سازمان هستن که بیشترشون هم در واقع ساکن تهران هستن که نمایندگی هستن در واقع برای این گواهی از طرف، حالا فکر کنم وزارت ارتباطات باشه، نمیدونم فناوری اطلاعات باشه، هر چی که هست. و خب شما بایستی که حالا سرچ بزنید، اونا رو پیدا بکنید، باهاشون قرارداد ببندید و پروسه گواهی افتا رو شروع بکنید. چیزی که من تا الان میدونم واسه این گواهی بخواید الان بگیریدش، یه چیز هولوش 70-80 تومن باید هزینه بکنید. یعنی میدید به اون آزمایشگاه و آزمایشگاه میاد به شما یک سروری رو میده، حالا بنابر خواسته های خودتون. مثلا شما درخواست می‌کنید ویندوز بشه، ویندوز میده، لینوکس بشه، لینوکس میده، هر چی که خودتون میدونید بر اساس سیستمی که در واقع نرم افزار شما داره. شما میرید نرم افزارتون رو اونجا بارگذاری میکنید و در واقع یک لابراتوار هست، یک آزمایشگاهی هست که اینا شروع میکنن توی اونجا با نرم افزار شما کار کردن و تستش میکنن. پنتریشن تست، در واقع تست نفوذ انجام میدن. نرم افزار شما رو از لحاظ امنیت بررسی میکنن، بازخورد به شما میدن. شما بازخوردها رو میبینید، ایراداتی که مطرح شده رو رفع میکنید، دوباره سرور رو آپدیت میکنید، اونا دوباره شروع میکنن بررسی کردن، پنتریشن تست انجام دادن، دوباره بازخورد میدن و شما دوباره بایستی که این موارد رو رفع کنید. انقدر این پیش میره تا وقتی که اون آزمایشگاه راضی بشه، بگه آقا من دیگه در واقع گواهی امنیت این نرم افزار رو صادر میکنم. حالا از لحاظ حقوقیش دقیقا نمیدونم چی میشه اگر که مثلا حالا یه فیچری رو توی نرم افزار شما این آزمایشگاه بیاد تایید بکنه، خب و فردا پس فردا یه نفری بیاد یه نفوذی به اون انجام بده. نمیدونم اونا گردن میگیرن نمیگیرن، ولی درستش باید این باشه که اگر اونا تایید بکنن و بعد نفوذ انجام بشه، دیگه این بار حقوقیش از روی شما برداشته بشه دیگه. هدف اصلا همین هست. شاید هم نشه، نمیدونم. ولی خب حالا توی این ویدیو بیشتر میخوایم در مورد موارد فنی این گواهی صحبت کنیم با هم دیگه، ببینیم چجوریه داستانش. ببینید وقتی که شما میخواید فرایند رو شروع بکنید و
با اون سازمان که در واقع شما میخواد گواهی افتا بده شروع میکنید مکاتبه کردن، ارتباط گرفتن. در ابتدای کار 2 تا فایل از شما میخوان که تکمیل بکن. اگر که رفته باشید توی این فرآیند حتما اینا رو دیدیدشون. این 2 تا فایل، ببینید یه فایل خود ارزیابی هست self evaluation و یک فایل کوست هستش. خب شما این 2 تا رو از همون اول بایستی که واسه اینو پر کنید و بفرستید. خب این سلف اِوالویشن چیه؟ یه فایل خود ارزیابیه که میاد مرحله به مرحله از شما پرسه آقا خودت بیا به من بگو که توی این نرم افزار چی‌ها داری. خب اون یکی فایل کوست در واقع الزاماتی هست که اونها برای شما تعیین کردن که در واقع اینها رو شما داشته باشید. خب یعنی حداقل اینها رو دیگه داشته باشید. اگر که شروع کرده باشید به خوندن این فایل ها، یه مقدار شاید ممکنه احساس کنید که متنشون یک مقدار ثقیل هست. برای مثال برای یک اصطلاح مثل لاگ از ممیزی امنیت یا حتی بعضی جاها به عنوان ثبت نشان یاد شده. بخش‌های مختلفی داره. حالا مثلا لاگ ها هست، رمزنگاری هایی که توی نرم افزار استفاده شده هست و احراز هویت ها هست و لاگ های همه اینها هست و اینا. ببینید یه نکته این که واسه افتا وجود لاگ ها یا به قول خودشون ممیزی امنیت یا به قول خودشون ثبت نشان های دقیق خیلی مهمه. در واقع میگن که آقا هر اتفاقی که توی سامان میفته به خصوص فرآیندهای امنیتی مثل ایجاد کاربران، خب یا ایجاد نقش ها یا نسبت دادن پرمیشن ها به یوزر ها، اینا همه بایستی که لاگشون ثبت بشه. اگر کاربری ایجاد، ویرایش یا حذف میشه، لاگش باید ثبت بشه. وقتی که کاربر وارد سامانه میشه یا خارج میشه، لاگش باید ثبت بشه و این هم باید ثبت بشه که چطور وارد شده. ورود معمولی بوده، IDP بوده، نمیدونم احراز هویت 2 مرحله‌ای بوده، یا اگر خارج میشه هم باید معلوم بشه چجوری خارج شده. خودش لاگ اوت کرده، ادمین سیستم اون رو سشنش رو به اتمام رسونده، یا ظرفیت سشن های اون کاربر تموم شده یا سشنش اکسپایر شده و امثال اینها. بنابراین وجود لاگ های دقیق بدون باگ، واقعا بدون باگ و خوانا برای افتا بسیار مهم هستش. اگر که سند در واقع این کوست رو، این فایل کوست رو باز کنید، اولین در واقع بخشش هم داره در مورد لاگ ها صحبت میکنه. نگاه کن، ممکنه یک مقداری بعضی از اینها سخت باشه، اما اگر یه آشنایی کلی با ادبیات اینها پیدا کنین دیگه کار راه میفته. مثلا اومده گفته که آقا برای من معلوم کن که ثبت نشان ها این لاگا واسه شروع و اتمام توابع وجود داشته باشه. که خب این چیزی که من الان دیدم توی اکثر فریم ورک های تحت وب این وجود داره. وقتی که یک متد، یک API صدا زده میشه و کارش هم بعد تموم میشه، همه اینا لاگش ثبت میشه. اگر ندارید باید بذارید خودتون. حالا میدلور هست یا هر چیز دیگه ای که هست، این باید توسعه پیدا کنه. این که مثلا میگه خواندن اطلاعات از ثبت نشان ها، منظورش اینه که اگر یه کاربری صفحه لاگ های شما رو باز کرد، لاگ همون هم باید ثبت بشه. یوزر 1 اومده فلان تاریخ صفحه لاگ ها رو باز کرده و لاگ ها رو خونده، این خودش یه لاگه که دوباره تو همون صفحه لاگ ها باید دیده بشه. موارد زیادی هست اینجا. حالا من سعی میکنم اونهایش که این مقدار ممکنه دوچار چالش بکنه شما رو واسهتون توضیح بدم. میگه که آقا اگر که مثلا اومدی و یه خواستی که یک ویژگی رو مثل نقشی رو به یک کاربری انتساب بدی و اون فرایند با مشکل، با خطا 500 روبرو شد، این باید لاگش ثبت بشه. اینجایی که میشه شکست و موفقیت انتساب ویژگی امنیتی. همه تلاش‌ها برای خارج کردن اطلاعات از محصول، منظورش اینه که اگر کاربری تلاش کرد یک فایلی رو از سیستم دانلود کنه، این باید ثبت بشه. دانلودها و آپلودها
همشون با ذکر اینکه در چه زمانی و در چه مکانی از نرم افزار اتفاق افتاده، اینها لاگ هاشون باید ثبت بشه. نکته دیگه ای که اینجا هست، ببینید اگر که میخواید فرآیند دریافت افتار رو شروع کنید، یک تایمی هست که فرآیند اداری داره اتفاق میفته و شرکت شما داره با افتار در واقع ارتباط میگیره که شروع کنن. اون تایم رو از دست ندید. ببینید توی اون تایم شما نیاز نیست که حتما صبر کنید تا فرآیندهای آزمایشگاه شروع بشه و بعد شما ببینید تو باید چی کار بکنید. توی اون تایم آزادی که دارید بیاید این فایل رو بخونید و سعی کنید تا اونجایی که ممکنه مواردی که لازم هست و حداقل هست و حالا فرقی نمیکنه چه شخصی کارهای آزمایش شما رو انجام بده، همشون از شما میخوان و این موارد رو تو اون تایم انجام بدید. یه مورد که خیلی مهمه وجود سشن ها هست. خب همه نرم افزار ممکن نداشته باشن. نشست ها در نرم افزار در افتار بسیار مهم هست. با استفاده از نشست ها، حالا اینو خودتون برید یه سرچ بزنید در مورد سیستم های مختلف پیاده سازی این سشن ها. با استفاده از نشست ها شما میتونید در واقع، حالا باز اینکه از همون اصطلاح استفاده کنم شاید خیلی درست نباشه ولی چیزی دیگه به ذهنم نمیرسه، کاربری وارد سامانه میشه و در واقع یک نشستی رو ایجاد میکنه و واسه این نشست اطلاعاتی واسه اون کاربر در دیتابیس باید ثبت بشه. امکان این هست که واسه یک کاربر با یک نام کاربری چندین شخص مختلف از مکانهای مختلف با براوزرهای مختلف وارد اکانت بشن و به ازای هر کدوم از اونها باید یک نشست تشکیل بشه و یک نشست در دیتابیس ثبت بشه و استفاده اون برای مدیریت این هاست. ببینید اگر که این نشست ها نباشه، اگر 10 نفر هم روی یک کاربر واسه یک کاربر لاگین کنن، شما نفهمید که این 10 نفر هستن و نمیتونید اون رو مدیریت کنید. نمیتونید به شکل جداگونه یک نشستی رو پایان بدید، به شکل جداگونه یک آی پی رو ببندید یا محدودیت تعریف کنید برای نشست ها. این که مثلا تعریف کنید که یک ستینگی توی سیستمتون داشته باشید که بیاد بگید واسه ایجاد نشست مثلا 5 تا محدودیت هست. اگر که 5 تا کاربر 5 شخص وارد یک حساب کاربری یکسان شدن و 5 نشست برای اون کاربر تشکیل دادن، ششمیه اگر اومد اولیو بندازش بیرون. خب اینجور کار نمیتونه. اینا همه در واقع تصفیه‌ای هست که واسه افتا باید داشته باشید. پس این نشستا رو حواستون باشه، نشستا رو سرچ بزنید اگر ندارید و پیاده سازی بکنید. ستینگ هایی رو هم حالا براتون توضیح میدم. یک سری ستینگ هایی رو در واقع افتا از شما انتظار داره برای نشست ها. حد اکثر ظرفیت تعداد نشست ها رو باید پیاده سازی کنید. همین موردی که اگر که مثلا گذاشتید 5 تا 6 که اومد اولیو بندازه بیرون. تایم باید مشخص کنید واسه این نشست هاتون. خب محدودیت زمانی باید بذارید. ستینگی رو باید تعریف بکنید که طی اون مشخص باشه توی چه روزهایی از هفته و چه ساعتهایی از روز امکان لاگین به سامانه وجود داره یا نداره، امکان نشست وجود داره، برقراری نشست وجود داره یا نداره. ادمین سامانه بایستی توانایی داشته باشه که هر نشستی رو که میخواد این مورد اینجا تشخیص بده و اونو ببنده، اتمامش بده. نشست‌های غیر فعال بایستی شناسایی بشن و پایان داده بشن و از این قبیل موارد. خب یه سری محدودیت‌های دیگه هم هست. وقتی که دارید این فایل رو میخونید ببینید حواستون باشه که دقت کنید واسه بعضی از اینها نوشته شده پیاده سازی حداقل یک مورد کافی است. واسه اونایی که نوشته پیاده سازی حداقل یک مورد کافی است دیگه وقت خودتون رو تلف نکنید. اونی که از همه راحت تر واسهتون همون رو پیاده سازی کنید و موارد دیگر رو بذارید بعد از اینکه گواهی افتا گرفتید اگر دوست داشتید خودتون پیاده سازی کنید برای اینکه امنیت سامانتون افزایش پیدا بکنه. وقتی که لاگ ها رو دارید پیاده سازی میکنید شما قطعا الان سامانه‌ای که دارید باهاش کار میکنید لاگ داره، همون شروع اتمام توابع قطعا داره، لاگ تغییرات داده رو داره. اما این جدول لاگی که افتا از شما میخواد رو، چیزی که من تجربه کردم، بهتر هستش که یک انتیتی جدا واسش در نظر بگیرید، یک جدول جدا، تیبل جدا در پایگاه داده‌تون واسش در نظر بگیرید. به خاطر اینکه قراره خیلی تغییر بکنه و خیلی مواردی داخلش باشه که جداول دیگه شما ندارن و قراره باب طبع افتا باشه نه باب طبع خودتون.
و اگر بیاد اینو یک انتیتی جدا بکنید، مثلا یک تیبلی به اسم security events بذارید، پیش بردن این تسک‌های افتو واسهتون خیلی راحت تره. توی اون سکیوریتی ایونت چیزای خاصی نیاز نیست، فقط همون یک یوزر آیدی باشه که این مال کدوم کاربره، یک تاریخ باشه، یک زمان دقیق داشته باشه، یک تایپ داشته باشه. تایپاتون مثلا میشن خروج کاربر، ورود کاربر، مشاهده اطلاعات در صفحه لاگ ها، تغییر اطلاعات کاربر، حذف کاربر و اینجور چیزا که حالا همش رو یواش یواش وقتی تو این فایل پیش برید میفهمید که چه تایپ هایی باشه. و یه ستون مثلا دیسکریپشن داشته باشه، به خاطر اینکه یک تایپی مثل خروج چند نوع میتونه داشته باشه. خروج بعد توی دیسکریپشنش معمولی توسط خود کاربر، خروج بعد توی دیسکریپشنش مثلا اتمام نشستش توسط ادمی و غیره. پس خیلی زیاد نمیشه ستوناش، جدا باشه بهتره. محدودیت هاتون واسه پیاده سازیش کمتر میشه. وقتی که لاگ هاتون رو پیاده سازی کردین، یه صفحه هم خوب طبیعتا واسش توی یو آیتون داشته باشید که اونو نمایش بده. اون صفحه در واقع لاگ های شما بایستی که همه ستونهاش اولا که خوانا باشن، ستونهای عجیب و غریب نداشته باشه توش. دوماً که سرچ روی همه ستونها باید به خوبی اتفاق بیفته بدون باگ. الان ممکنه من اینا رو بگم شاید بگید که چیز خاصی نیست، اما وقتی میاد میزنید پیاده سازی میکنید میبینید حتی همون سرچ کردن هم خیلی وقتا چالش داره. مرتب سازی ستونها هم که هست، همه ستونها باید سرچ و مرتب سازی روشون اتفاق بیفته. دارم در مورد سکیوریتی ایونتس حرف میزنم. این مورد 6 رو نگاه کنید. الان ما هنوز توی همون قضیه لاگ هست. میگه که محصول باید هر گونه حذف و تغییر غیر مجاز در ثبت نشانها را تشخیص دهد و در صورت امکان جلوگیری نماید. نگاه کنید همین مورد 6 رو همون چیزیه که گفتم. توی توضیحاتش اگر که بیایم پایین‌تر نوشته وجود یک مورد لازم و کافی است. من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم این گزینه رو انتخاب کردم، خودم رو راحت کردم. همه ثبت نشان‌ها رو فقط خواندنی کردم. امکان دیلیت، امکان حذف ثبت نشان رو توی سامانه‌ام نذاشتم. و دیگه نیازی ندارم که بیام هششون کنم چیزی که اینجا نوشته. پیکربندی امن پایگاه داده رو تیکشو بزنم، بعد اونو بخوام بیفتم به جون منم که بگم حالا واسه این چیکار کردی. پس اینا رو یکم دقت کنین، کارتون راحت‌تر اتفاق میفته. یه مورد دیگه داره، میگه محصول باید وقتی که حجم ثبت نشان‌ها به حد آستانه تعریف شده برای ذخیره سازی میرسه، کاربر مجاز رو مطلع نماید. شما واسه این مورد هم بایستی که یه لاگ بزنید و بیاید تشخیص بدید که آقا در واقع شما یک ستینگی رو باید تعریف کنید، حد اکثر حجم جداول لاگ برای مثال، و فقط هم همون سکیوریتی ایونت رو داخلش بذارید. اینو تعریف بکنید و مثلا یه عددی داخلش بزنید، بر حسب مثلا مگابایت بزنید 200 مگابایت. خب بعد یک ورکری رو توی بک اندتون فعال کنید که حالا مثلا هر چه میدونم یه بار نیم ساعت یه بار یه ساعت یه بار بیاد یه کوئری رو روی دیتابیس شما اجرا کنه و ببینه که حجم دیتابیس چقدر شده، آیا از اون چیزی که توی ستینگتون تعریف کردید بیشتر شده یا نشده. اگر شده یه لاگ بزن برای ادمین. قطعا اینجا کاربر معمولی قرار نیست همچین چیزی ببینه، پس لاگ هایی که ادمین میبینه با اون لاگ هایی که کاربر واسه خودش میبینه فرق داره دیگه. ادمین لاگ خودش و همه کاربرا رو میبینه، ولی کاربرای معمولی فقط لاگ خودشون رو میبینن، به اونا ربطی نداره. پس دقت زیادی داشته باشین روی این بخش لاگ ها. هر اتفاق امنیتی که توی سامانه میفته باید لاگش بخوره. هر فیچری که توسط افتا به شما اعمال شده که انجام بدید، لاگ امنیتیش هم باید بخوره هر وقت که رخ میده. خب بحث بعدی در مورد رمزنگاری ها هست. ببینید اومده گفته که آقا توی سامانتون باید یک سری رمزنگاری های مشخصی وجود داشته باشه. مثلا گفته آقا محصول باید رمزنگاری، قابلیت رمزنگاری داشته باشه و هم رمزنگاری و هم رمزگشایی. و گفته که این الگوریتم باید AES باشه. AES هم خب در واقع یه بلاک بیس انکریپشن الگوریتم هستش. و خب میاد میگه که آقا یک باز دوباره اینجا اومده یکیشو گفته فقط داشته باشین کافیه. من گفتم اونی که طول کلیدش 128 192 256 بیته. بعضیا شرطی هست، میگه اگر که تولید کلید رمزنگاری در مسئول نیاز است که تخریب کلید رمزنگاری نیز بر اساس و بعد آخرش نوشته اختیاری. خب
من اینو گفتم ندارم یا آقا تخریب ندارم، من کلید رمزنگاریم ثابته توی بک‌اندمه، اگه مردشی برو درش بیار. و باز دوباره اینم شرطی میگه اگر امضای دیجیتال داری فلان، من ندارم امضای دیجیتال پس کاری به اینجا ندارم. بحث بعدی میره توی شناسایی و احراز هویت کاربر. احراز هویت کاربر هم خیلی بحث مهمیه توی افتا، اینو هم باید بهش توجه کنید. باز دوباره اینا یک سری ستینگه که باید واسه کاربر تعریف کنید. یه ستینگ تعریف می‌کنید حد اکثر تعداد تلاش ناموفقی که کاربر میتونه داشته باشه واسه ورود قبل از اینکه قفل بشه. حالا اون قفل کردن در اساس موارد مختلفیه، میتونه بر اساس آی پی باشه. خب مثلا یه کاربری رو شما فرض کنید که میخواد وارد سامانه بشه، خب میخواد اتک بزنه و میخواد یه در واقع بروت فورسی رو اجرا کنه روی سامانه شما و خب نه یوزر نمی داره نه پسوردی داره. توی این حالت که شما نمیدونید کیه، باید آی پیش رو قفل کنید دیگه، کار دیگه که نمیشه کرد. ولی یه موقع دیگه هست که طرف یوزر رو پیدا کرده، یا اصلا حالا بگیم واقعا خودش یوزر رمزش رو یادش رفته، یا داره اتک میزنه یوزر رو پیدا کرده رمز رو نداره، داره صرفا روی پسورد بروت فورس میزنه. تو این حالت شما باید کاربر رو بلاک کنید. خب اون کاربر رو، اون نام کاربری، اون حساب کاربری رو باید نجاتش بدید تا وقتی که ادمین سامانه طبق لاگایی که اتفاق افتاده متوجه شه که یه خبری بوده و حالا آی پی اون شخص نفوذ کننده رو بلاک کنن و برن اون کاربر و حساب کاربری رو یه جوری نجاتش بدن، نمیدونم یوزر نیمش رو عوض کنن، پسوردش رو عوض کنن، به مراحل امنیتی لاگین کردن اضافه کنن، لاگین 2 فاکتوری رو اضافه کنن و اینها. خب اینا هم همه من احساسم اینه که ساده است. محصول باید هنگامی که تعداد تلاش‌های ناموفق صورت گرفته برای احراز هویت به حد تعیین شده رسید، برای پیچیده کردن احراز هویت از موارد زیر استفاده کنم. مثلا آقا کپچا دارم دست از سرم بردار، یه کار نمی‌کنم، یا مثلا گفتم آقا یه غیر فعال کردن حساب کاربری هم دارم، همین چیزی که الان گفتم. این موارد خیلی هست. روی گذرواژه‌هاتون ستینگ بذارید بتونه طرف تعیین کنه که وقتی که می‌خوام گذرواژه بسازیم حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد، آلفانومریک، نان آلفانومریک وجود داشته باشه، طولش مشخص باشه. اینا واسش همه اینا باید تنظیم داشته باشه و یه صفحه‌ای باشه واسه کاربر ادمین که بتونه این تنظیم‌ها رو به صورت داینامیک عوض کنه. یه سری موارد مثل OTP و اکتیو دایرکتوری هم هست، اگر که دارید اینها رو باید اعلام کنید. این دیگه چی داریم اینجا؟ بعضیاش اصلا خیلی ساده و بدیهیه. مثلا یه محصول باید در هر کاربر فعال ویژگی‌های امنیتی رو نگهداری کنه. خب که دیگه معلومه یه یوزر نیم، یه پسورد، سابقه احراز هویتش که اونا میره تو سکیوریتی ایونت وجود داره. محصول باید در زمان اتصال اولیه کاربر یا همان زمان برقراری نشست توسط کاربر موارد زیرا اجرا نماید. یکی اگر که کاربر میخواد ورود کنه، میخواد نشست ایجاد کنه، اگر نشستی قبلا داشته که حالا مونده تو دیتابیس و استفاده نمیشه، اینا همون موقع حذفش کنید. حفاظت از داده های کاربری هست. یه مورد دیگه که بعضی از بچه‌هایی که دارن توی این زمینه کار میکنن واسه دریافت گواهی افتا و باهاش مشکل دارن، همین بخش حفاظت از داده های کاربر هستش. بذارید من اگر پیداش کنم. یکی محصول باید تغییر غیر مجاز رو در داده کاربری حساس ذخیره شده در محصول تشخیص دهد. خب یعنی چی؟ افتا میگه اگر قرار اطلاعات کاربری ویرایش بشه، فقط و فقط این ویرایش شدن بایستی از مسیرهای قانونی اتفاق بیفته. مسیرهای قانونی چیه؟ مسیر قانونی از طریق API های سامانه هستش، از طریق API های نرم افزار توسط کاربر احراز هویت شده و دارای دسترسی. اگر که این اتفاق بیفته که شخصی به دیتابیس شما دسترسی پیدا کنه و به صورت غیر قانونی بیاد و داده های کاربر رو، نمیدونم یوزر نیمش و ایمیلش و شماره موبایلش و پسوردش و اینا رو تغییر بده، شما باید متوجه بشید که این اتفاق افتاده و اون کاربر رو قفل بکنید و بازش نکنید تا زمانی که داده های اون کاربر به همون چیزی برگرده که قبل از این ویرایش غیر قانونی اتفاق افتاده. چجوری این کار میشه کرد؟ با استفاده از حالا در همسازی یا سیستم های هشینگ.
شما میاد یک تعدادی از اون در واقع ستونهای حساس داده های کاربر مثل یوزرنیمش و ایمیلش و نمیدونم پسوردش و موبایلش و اینها رو انتخاب میکنید. خب و یه ستونی توی همون دیتا در واقع تیبل یوزر اضافه میکنید. خب که میاد توی اون ستون چی ذخیره میشه؟ توی اون ستون میاد همین داده‌های حساس به هم چسبیده میشه، مثلا با یک کاما جدا میشه، به هم میچسبن، میاد توی سمت سرور شما و هش میشه و اون مقدار هش شده برمیگرده میره توی دیتابیس واسه اون کاربر ذخیره میشه. هر باری که کاربر میخواد عملیاتی توی سامان انجام بده یا API رو صدا بزنه، بایستی توسط یک میدل‌ور، یک پایپلاین مثلا توی سامانه شما این درخواست اول بیاد از این میدل‌ور رد بشه. خب مقدار هش اون کاربر، هش داده های امنیتی کاربر، مثلا ستون اسمش باشه 8 کالمز یا همچین چیزی، اون مقدار اون ستون بیاد در واقع توی سرور شما نگه داشته بشه، بعد بره اون مقادیری که هر بار قراره هش بشه رو بیاره بچسبونه به هم، هش کنه، این دوتا رو مساوی هم کنه، ببینه اگر که این دوتا مساوی هم بودن کاربر میتونه به کارش ادامه بده، اگر نبودن کاربر کارش تمومه، قفل میشه، نشستش پایان پیدا میکنه و دیگه نمیتونه لاگین کنه و بعد یکی لاگ هم واسش ثبت میشه. حواستون باشه هر فیچری که قرار پیاده سازی کنید وقتی اتفاق افتاد لاگش باید ثبت بشه. کاربر فلان خارج شد به دلیل تغییر غیرقانونی در داده‌های حساس کاربری. کاربر فلان قادر به ورود نیست به دلیل تغییر غیرقانونی در داده‌های حساس کاربری. اصلا چیز خیلی خاصی نیست. من حالا ایمیلمو زیر این پست میذارم و میتونم تا حدودی بعضی سوالات شما رو جواب بدم اگر که کمک خواستین و اگر تونستم حالا بعداً ویدیوهای پیچیده تر و ریزتری رو هم واسه شما پر کنم که اینا رو توضیح بدم، اما به نظر خودم در کل چیز خیلی خاصی اینجا وجود نداره. مدیریت امنیتش هست، در مورد مجوزهای دسترسی و پرمیشن ها و اینجور موارد صحبت میکنه دیگه. حفاظت از توابع محصوله که میگه اگر که اتفاقی افتاد و سامانه شما دچار شکست شد یا مثلا ارتباطش با پایگاه داده قطع شد، توی وضعیت امنی باشه، اینا رو همه رو خوب میشه پیچون، چیز خاصی نیست. بحث دسترسی به محصول هست. همون مواردی که گفتم بایستی که دسترسی به محصولتون رو هم بتونید بر اساس نشست هاتون شما محدود بکنید. باید بیان محدودیت هایی رو بذارید و بگید که مثلا حالا بر اساس انتخاب خودتونه، مثلا میتونید بیاد بگید که آقا فلان رنج آی پی ها نمیتونه توی سامانه من لاگین کنه یا فلان پورت نمیتونه لاگین کنه. ولی طبق تجربه من بهترینش اینه که واسه دارم در مورد این گزینه 7 صحبت میکنم. گزینه 7 توی بخش دسترسی به محصول، همه اینها با این پیش‌فرض هستش که شما نشست‌ها رو پیاده سازی کردید توی سیستمتون. به نظر من بهترینش همین هست که روز و زمان بذارید که اون وقتم گفتم، بیایید در واقع یک ستینگی تعریف کنید که توی چه روز و چه زمانی کاربرها میتونن لاگین کنن. اگر خارج از اون بود قبل از اینکه کاربر بیاد لاگین کنه بررسی کنید ببینید توی اون بازی زمانی هست یا نیست. اگر نبود نذارید لاگین کنه و بعد بازم لاگینش رو بزنید و بنویسید که نتونسته لاگین کنه به علت تلاش برای ورود در زمان محدودیت زمانی. خب وقتی که اینا رو بریم جلوتر، یه مقدار که بیایم پایین‌تر دیگه می‌بینید که داره میره توی یه سری مسائلی که مربوط به رمزنگاری‌های سرور و پروتکل‌های HTTPS و TLS و اینجور موارد هست که یه مقدار توی نگاه اول این موارد ممکنه چالشی به نظر بیاد، اما چیزی که من تجربه کردم اتفاقا این قسمت آخر در واقع این فایل کوست شما که بذارین بیارم از اولش، از اینجا از کانال ها مسیرهای مورد اعتماد ممکنه به اینجا وقتی برسین یه مقدار جا بخورین. این اتفاقا راحت تر، اینا مواردی هست که در واقع توسط تیم دیوآپس شما قراره مدیریت بشه. مثلا اگه توی دات نت کار میکنید شاید بگم 70-80% این تسک ها توی فایل وب کانفیگ شما قراره مدیریت بشه.
و توی در واقع هم فایل وب کانفیگ شما هم توی IIS توی وب سروری که دارید استفاده می‌کنید این موارد قرار رعایت بشه. مثلا اینکه میگه TLSی که داره استفاده میشه توی سامانه بایستی از نسخه‌های مجاز باشه. TLS 1 و 2 به پایین دیگه قابل قبول نیست. خب شما باید برین این TLS رو توی وب سرورتون فیلتر بکنید و اجازه ندید که درخواستی توی این قالب مثلا TLS 1 به سیستم شما بیاد. به طور کلی حالا امیدوارم تونسته باشم تا حدودی مواردی که لازم بود در واقع پیچیده هاشو واسهتون توضیح بدم. نکات مهمش ببینید به لاگ ها خیلی دقت کنید وقتی که میخواید این موارد رو پیاده سازی بکنید. حتما یه جدول لاگ جداگانه واسه خودتون بگیرید، لاگاتون رو حتما خوانا بذارید، هیچ ستونی نباشه که دیدید اگه خیلی وقتا با نرم افزاری دارید کار میکنید ممکنه رفته باشید سمت دیتابیسش و یه سری تیبل های عجیب و غریب ببینید با ستونای عجیب و غریب که اتفاقا سمت یو آی هم میاد، توی یو آی هم میبینید مثلا معلوم نیست چیه. همه ستونهای در واقع سکیوریتی ایونتتون، جدول لاگ امنیتیتون کاملا واضح باشه که چیه، باگ نداشته باشه، همه ستونها فیلتر بشن، در واقع جستجوشون به راحتی اتفاق بیفته. تنظیمات امنیتیتون رو حتما ایجاد کنین روی همه این مواردی که گفتم. هر کدوم از اینهایی که مثلا میگه فلان محدودیت وجود داشته باشه این بایستی واسهش یک تنظیم امنیتی وجود داشته باشه که معلوم بشه بر اساس چه مقداری بایستی محدودیت اعمال بشه. توی ورودی های جداول در واقع تنظیمات امنیتیتون حواستون باشه که ولیدیشن درست اتفاق افتاده باشه. در واقع اصطلاح میگن فلاد اسامپشن، یعنی فرضیاتی که به درستی در نظر گرفته نمیشه. مثلا دیدید که مراقب باشید مثلا اگر که محدودیت تعداد سشن واسه یه کاربر وقتی اضافه میکنه حواستون باشه این مقدار منفی نگیره یا مثلا مقدار پرت مثلا 100,000 نگیره. اینا رو مدیریت کنید، حواستون باشه. اون بحث هش کردن دادای حساس کاربرم که گفتم بهتونم مهمه در واقع و دیگه چیز خاصی نمیمونه. حالا بازم میگم ایمیل من هست، اگه سوال داشتید میتونید پیام بدید، من دوست دارم به همه کمک کنم توی این موارد. نگاه کنید حالا کلا بخوام بگیم اگر بیاین اینجا ببینید خود اینها اومدن، اینا که از خودشون که در نیاوردن که اگر توی شرکتتون دارید کار میکنید و از شما خواسته میشه که این گواهی افتا رو بگیرید، به نظر من ازش نترسید خب و از زیرش در نرید و اتفاقا استقبال کنید از همچین مأموریتی، از همچین وظیفه‌ای، به خاطر اینکه موارد زیادی رو به شما یاد میده توی حوزه امنیت وب و اتفاقا تاسکاش حالا من میگم ساده است ولی جزء موارد پیچیده امنیتی در واقع به حساب میاد. اینها اگر نگاه کنید مثلا اینجا توی همین پروتکل TLS گفته محصول باید RFC 5246 را پیاده سازی و فلان. RFC چیه؟ نگاه کنید این RFC ممکن زیاد به چشتون بخوره. RFC مخفف Request for Comment هست. یه سازمانی به اسم IETF Internet Engineering Task Force که آمریکایی بوده و یه سازمان داوطلبانه شده الان، قبلا زیر نظر دولت آمریکا و الان داوطلبانه شده. افرادی که توی حوزه سایبر سکیوریتی فعال هستن میرن به اونجا و در واقع در یک قالب داوطلبانه‌ای نظراتی رو در مورد پیاده سازی نرم افزارها و پیاده سازی امنیت نرم افزارها میدن توی همین قالب ریکوست فور کامنت، درخواست برای نظر و شماره گذاری هایی داره و در واقع به عنوان یک منبع واسه همه توسعه دهنده های دنیا به حساب میاد که بدونن استاندارد از نظر افراد خبره حوزه امنیت برای پیاده سازی موارد امنیتی چیه. و توی این فایل افتا هم این RFC ها رو زیاد میبینید. پس در کل اگر که این تسک رو بهتون دادن برید سمتش و ازش استقبال کنید تا اینها رو ببینید، باشون آشنا بشید. خیلی خوبه، شاید حتی علاقه‌مند بشید به حوزه سایبر سکیوریتی. یکی از مواردی که مهمه اینه که یکی از ابزارهایی که بچه‌ها توی افتا استفاده میکنن برپ سویت هست و اگر میخواین این توسعه ها رو امنیتی رو شروع کنید در کنارش کار کردن با نرم افزار برپ سویت رو هم یاد بگیرید. خوبه، در واقع نرم افزار پنتریشن هست، نرم افزار نفوذ هستش که هم میتونه استفاده خوب ازش بشه هم میتونه استفاده بد ازش بشه.
و همین دیگه. توی این ویدیو انتظار بیشتری هم از خودم نداشتم که چیزی بیشتر از این رو بتونم توضیح بدم. ایمیلم رو میذارم، خوشحال میشم اگر بهم پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید و با من ارتباط بگیرید و من هم با شما ارتباط بگیرم و با هم آشنا بشیم و بهتون کمک کنم و شاید یه روزی هم شما به من کمک کردید توی موارد مختلف دیگه ای توی حوزه توسعه و همین دیگه. چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید اگر که صدای من سر شما رو به درد آورد. لطفاً اگر که احساس کردین این ویدیو تا حدودی میتونه به شما کمک کنه و به افراد حوزه توسعه نرم افزار کمک کنه، این ویدیو رو حداقل همینجا توی یوتیوب یه لایکی، کامنتی، چیزی واسش بذارید. اگر دوست داشتید من رو فالو بکنید. قصد دارم در آینده ویدیوهایی توی حوزه امنیت وب رو بذارم و خوشحال میشم اگر شما ببینید و اگر ممکنه واسهتون، اگر مقدوره، این ویدیو رو برای افرادی که احساس میکنید با در واقع گواهی افتا ممکنه چالش داشته باشم بفرستید تا اونها هم ببینن و من تونسته باشم در حد خودم به جامعه توسعه ایران کمک بکنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون خوب باشه و موفق باشید. ممنون.